ساکن دهه شابیکه آموزگار سامرود دودینایف مبلغی پسنداز نموده‌اش را که برای سفر حج نگاه می‌داشت سفرش را به تأخیر گذاشت و بخشیده به روز پرزیدنت و اجلاس 16 تاریخی شورای عالی تاجیکستان یک حصه آن را برای حل مشکلات جای نشست مکتب دهه صرف نمود. ماموریت مؤسسه از چنین اقدام استاد شاد گردیده به مهر و صداقت وطنداری استاد احسان خواندند. استاد دودینا سامرود سابق آموزگار سابق دیرکتور مؤسسه ما که تو سالهای طولانی در مؤسسه ما همچون رهبر کار و فعالیت کرد و امروز نیز خود را از جامعه ما یعنی از سیستم آموزگاری دور نگرفته در برابر نسل نورس و تعلیم و تربیت دادن این شخصیت بزرگ و تاریخی و سخاوتمند در مؤسسه ما از حساب اویله خودش از حساب فوند ذخیروی خودش بگیم مبلغ‌های پسندازش در مؤسسه ما با مقدار یک سیمخانه رو پورا با میز و کرسی ها تامین نموده این چونین یک سیمخانه دیگر رو با نیلونیم یعنی آورده مجهز گردانید. در برابر این یک تیم کل ما در مؤسسه داریم که یک مقدار مبلغ نیست از طرف دودینا سامرود استاد با اون تیم کل همچون کمک رسانده شد و ما مینداری خود را اهل آموزگاران اهل بگیم ده از نام ده آموزگاران با استاد عزیز میرسانیم. سامرود دودینایف که از مشکلات دهه‌شان آگاه است قسمی باقی مانده مبلغ ذخیره کرده‌اش را در کارهای آبادانی دهه صرف کرد. من از روی برآمد جناب عالی اقدام گرفتم و در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 یک سیم رو با میز کرسی تامین کردم یک سیم رو با نیلون تامین کردم علاوه در همین دهه 11 تا چی بگیم سیم‌های برقی رو با چوبی سیم چوب ها رو با سیم چوبی سیمنتی عوض کردم. حالا چنانه که شما دیده استادین کار در همون دهه برای آباد کردن چون که این سالباغ سال 60 ساخته شده بودن و برای آینده خطرناکی داشتن. من این را با اقدام گرفته سهم گذاشتم که هم مبلغ پسنداز کردم رو بعد مردم یک نشانه بگذارم. این کارهای ساختمانی و از نمودن سیمچوب‌های کارنمایش‌های هم گشته دهه شابیکه 11 عدد با پایه‌های بیتونی زمانوی با مبلغ‌گذاری آموزگار عوض کرده شدند. اقدام آموزگار در دهه پنگش و ساکنان با استاد آفرین گفتند و آماده هستند که با استاد پیروی نمایند. باید که هر یکی ما همین اقدام معلم دیده و همین کارهای همی را باید بکنیم هر کدام. همین هم یک کار خیلی است که حج در این زلوله مثل سامرود دودینایف شخصانی سخاوتمند که طبق دستور و هدایت‌های سرور دولت برای آبادی دیار سهم گذاشته ایستادند در ناحیه واسه شمارهشان سال تا سال می‌افزایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.